Tojikiston ba pesh. Zinda bosh. دوستان عزیز سلام و درودی به پایان با کل هموطنان. بازم با شما شرکت محیدین ما توصیه میتیم برای گذشتن گرانیتسا مرحمت در این رقم زنگ میزنید. شرکت محیدین در خدمت شما است. مردم غریب سربلند و خوناباد باشین. دوستان عزیز از استانبول تنها به خاطر شما برای شما دوستان عزیز برادران قدردان یک جای تا که تماشا کنیم و ببینیم و حلاوت ببریم. جای تاریخی مسجدهای قدیمی این حال میریم زیارت میکنیم. سلطان سلیمان مسجد سلطان سلیمان میریم. آرامگاه سلطان سلیمان میریم. جای تاریخیش میریم یک جای تماشا میکنیم و روی الهامی تازه میگیریم. چی گفتیم برادران؟ سربلند باشید. میریم این روز همین خودم بسیار هست که با قدرت خدا همه خودم بسیار اینا میدونم ما سلطان سلیمان زادروز داره. خیلی مقصد همین روز زادروزش بدیم گفتنیون همین چیزی که هست که برادرای عزیز آدم بسیار بنهایت یک جای میریم گفتیم خودمون میدونیم از ترانس و تمام میچی آدم ببینیم برادرای عزیز. این ببینیم برادرها اینجا مقصد باید هم جای زیارتگاه هم جای تماشا تمام این نمود آدم در اینجا تماشا کردن. ما در تقدیرشون پرازدیک بوده این روز نمیدونم چیزی بوده اون چیزی که هست ما هم خودم به تقدیر نیستیم. خواهد ما بودیم که پرازدیک دیگر دیدیم اینا این خطی هندوستانی و خطی تمام این نمود نرسه اوری اومدیم اینیو شیان نمیسوان. این روز ما بگیم اگه پرازدیک اگه گفت هست این روز اگه گفت هست دوستان انا که انا بچه چه انا که میدونیم انا درون رو تماشا میکنیم میریم هم درون. اینی اولادای کیه؟ اولادای جیمی باشن یا سیسیونه یا افریکانا اولادای خدماتی مایکل جکسون اولادای خدماتی مایکل جکسون خیلی هم که میریم هم در روز میدونیم تماشا میکنیم بچه ها یکم جایی بهش نیست رفت. دوستان عزیز گفتیم که بعد پیروتش بدهید سلطان سلیمان رو بعد پیروتش نه اینجا آمی خونده همینجا جای تارش دوستان عزیز مزار حریعی بگیم نه این همه توریستان خیلی همه امریکانسانی گپوی او رخشون فهمم من نمیفهم. دوستان عزیز اومدیم آرامگاهش سلطان احمد یعنی سلطان سلیمان با اینا بریم اینجا آرامگاهش برادر عزیز. بسم الله الرحمن الرحیم. این آرامگاهش این دیگه چیه میگم میذارم میذارم با قول خمون قبیلهش بگیم هم اینجا خوبه با قول خمون نری رو فرزند و همش دوستان عزیز فرزندان میرو همدا هاي الله
Namazınızı dünyaya veda eden kişinin kılacağı son namaz gibi kılınız buyuruyor. دوستان عزیز راستی به مسجد ریمون رفته بودم ریمون معروف بس جهان خکی اینجا زنا کماندا همه جایی میخونده ما اندرش رو زنا کماندا ریمون رفته سیدا دوستان عزیز خانم اونجا رفتم اونجا مسجد بود در اومدیم روز ریمون رفته سیدروش خواستم که دروشش مو دانشم تو من ریمون رفته سختونه دیگه بو میریم در جای تاریخی شهر جایی که اونمون پلو دالندر میشینه کو موست پست ول اونجا میریم همش جای تماشا میکنیم یا برای که نوربانو را خلم بیایم یکم واش دکمه کار ندارم اما نوربانو و دیگه یکم شفتن در کارو میگردم دیگه اشکال نکنم زنده باشه سربلند خانواده باشه دوستانی بهتر از اون زنده باشه اینجا ای نماز برام که نه دو درکمون در همینجا گفتیم که اینجا تالش نگه که اینجا تماشا اومدم دامگیری اومدن تماشا اومدم دنیا برادر زنده باشه برادر تاجیکستان با پیش زنده باشه خوب رمضان زنده باشه خوب اینستاگرام رو بنویس خیلی تشکیل برادر عزیز اینا سربلند خانواده باشه این طرف ده مقصد جای تاریخی اون طرف هم جای تاریخی همش ما جایی که ما چیزای خوب و خاطرمون میبینیم البته بنوار میگیریم بعدش رو پیشکش میکنیم رفتن میگیریم زنده باشه